خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. میخواستم یه سوالی بکنم برای learning disability که برای learning disability چه کار میتونیم بکنیم؟ ببینید عزیز، این که من یه اختلالی تو یادگیری دارم مهم این است که از کجا میاد. برخی از اوقات این اختلال یه زمینه حسی میتونه داشته باشه، یعنی سیستمایی که من دارم، چشم منه یا گوش منه، گزارش رو به گونه‌ای که بقیه میدن به مغزشون نمیدن، یعنی اون یه زمینه‌ای فراهم میکنه برای اختلال در یادگیری. اما برخی از اوقات هست که موضوعی نیست که بیشتر اوقات نوع دومه، من یه آسیبی در یه قسمتی از مغزم خوردم که مثلا یه نوع عکس برداری مغز مثل QEEG نشون میده که این قسمت از مغز که قراره کمتر فعال باشه بیش از حد فعاله، یا اون قسمت از مغز احتمالاً فعالیتی نامناسب به گونه دیگری داره و اون سبب میشه که من با مسئله و مشکلی روبرو بشم. ضمناً به من مثلا میگن که ماجرای تو در جهت این اختلال یادگیری برمیگرده به پروسه کردن یا پروسس زبان یا اعداد، یا وقتی که وارد فرض کنید که تغییرات طبقه بندی یا دسته بندی یا پدیدایی از این قبیله، یا ارتباطی که تو قرار بین جنبه تصورت با جنبه تخیل و تفکرت داشته باشی. یعنی یه مقداری اطلاعات میخواد که نوع دیسابیلیتی چه است. خیلی از اوقات این دیسابیلیتی میتونه جوابی از طریق دارو داشته باشه، یعنی شما میتونید از طریق دارو درمانی مسئله حل کنید. برخی از اوقات از طریق نورو فیدبک که در این زمینه میتونه کار بکنه، یعنی فعالیت های اون قسمت از مغز رو از طریق تغییر امواج مغزی به گونه‌ای دگرگون کنند که تغییرات بیوشیمیایی مورد نظر رو پیدا کنه. یعنی اگر امواج در یه منطقه بیش از حده کمتر بشه یا کمتره بیشتر انجام بشه. برخی از اوقات یه مقدار مهارت هایی است که در حقیقت همون کار نورو فیدبک یا دارو رو میکنه، ولی از طریق رفتاریه. یعنی وقتی از من بخوان که در روز 100 دفعه 200 دفعه این کار رو بکنم یا احتمالاً اون کار رو انجام ندم، و یا به من بگن که از یه راه دیگری میتونی این قسمت از مشکلی رو که داری به نوعی ببخشید جبران کنی. البته اینا برخی از اوقات برمیگرده به اینکه بهره هوشی من چند روزه عادیه، برخی از اوقات معمولاً با مشکلات اختلال یادگیری بهره‌های هوشی در حدی که خانواده یا بقیه اعضای خانواده هستن ممکنه در اون فرد نباشه یا آسیب دیده باشه. خود این یه مسئله هست، یعنی باید دید که آیا learning disability با به اصطلاح کم بودن هوش همراه یا نیست. خیلی از اوقات من ممکنه این مشکل رو فقط در جهت اعداد و یا ریاضیات داشته باشم و بنابراین خب رشته و کار من نمیتونه کار ریاضی باشه، در نتیجه باید برم به زمینه‌های دیگری که مغز من حالت عادی و معمولی رو داره. مورد به مورد فرق میکنه و به همین جهت است که یک کسی که در حقیقت تست ها و آزمون های لازم رو انجام داده یا مخصوصا در این گونه موارد بهتره که عکس برداری از مغز بشه که ما اطلاعات لازم رو از اون طریق داشته باشیم، میتونه به شما بگه که مشکل مسئله دقیقاً چه است، راه حلش در حدی که دانش و تکنیک امروز اجازه میده کدامه و از چه مسیری میشه رفت. و الا مشکل learning disability درست بس که من خدمتتون عرض کنم من مشکل قلبی دارم یا مشکل جهاز هاضمه دارم، حالا بسته به اینکه چه هست و چگونه است و از کجا آمده و راههای درمان و معالجش چه هست، مورد به مورد فرق میکنه و بعد اینکه من حاضر باشم اون کارا رو انجام بدم تا بتونم احتمالاً اون نتایج رو هم بگیرم. آقای دکتر اگر این learning disability همراه با ADD یا ADHD باشه ممکنه اون باعث learning disability شده باشه؟ نه. شما ببینید روزی که شما برمیگردید میگید کمبود توجه و تمرکز یا کمبود توجه و تمرکز با هایپر اکتیویتی، این خودش یه آسیبه و به همین جاست که خیلی راحت میشه در سمت چپ مغز مسئله کمبود توجه و تمرکز رو و در سمت راست مسئله هایپر اکتیویتی رو نشون داد. پس ما این دوتا رو داریم، یعنی درست مثل دست من اینجاش زخمه اینجای دست منم زخم، ولی اگر اینجا و اینجای دست من هم زخمه اون یه قصه دیگری است. معمولا اینا
اوضاع رو بدتر میکنن. درست مثل که فرض کنید من فقیرم، حالا مریضم هستم، خب معلومه که توانایی رفتن پلوی دکتر خوب و معالجه رو ندارم. نتیجتا اگر یک کسی ADD داره یا ADHD داره، Attention Deficit Disorder یا Hyperactivity داره، در این حال Learning Disability هم داره، خب این موضوع دوگانه شده، یعنی دو چیز به هم اضافه شده. و همونطوری که خدمتتون عرض کردم معمولا این مسئله با کمبود بهره هوشی هم همراه میشه، یعنی یه دفعه یا عامل سومی هم وارد صحنه میشه که خیلی از اوقات نتیجه همون کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی یا لرنینگ دیسابیلیتیز، برای که هر کدوم از اینا به عنوان یه ایراد به مغز آسیب میزنه. درست پس که بیماری من بالاخره به سواد من و یا به درآمد منم آسیب میزنه، برای که اونقدر وقت رو برای مطالعه یا کار کردن و پول درآوردن ندارم. ظاهرا بیماریه ولی تاثیر غیر مستقیمش رو روی درآمد من یا روی آگاهی های من هم گذاشته. به همین جهت است که معمولا مشکل ADD و ADHD یا Learning Disability غالب اوقات با خودش یا بهره هوشی کم یا بهره هوشی که به هر حال در مقام مقایسه با بقیه اعضای خانواده کمتره و خودش نشانه آسیبه داره. خب خود اینم حالا بهره هوشی هم میاد مشکل رو بیشتر میکنه. به همین جهت است که به نظر من مورد به مورد باید مطالعه بشه، ولی خوشبختانه در بیشتر این موارد میشه کار کرد. در این موارد میشه مسائل و مشکلات از ADD و ADHD گرفته یا Learning Disability رو اون زمانی که آسیب سنگین و شدید نباشه که به مغز آنچنان ضربه‌ای خورده باشه که با دانش امروز نشه تقریبا براش کاری کرد، که خیلی کم اتفاق میفته، همیشه میشه کار کرد. ولی باید سراغ متخصص رفت، باید در حال کار رو تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه داد، نه اینکه میانه راه رفت و ایستاد، بلکه این مشکل رو درست مثل شکستن دست و پا که باید درست بشه به طوری که من دست و پای عادی پیدا کنم، باید اون وضعیت رو ادامه داد. ولی برخی از اوقات موارد و آسیبایی هست که به هر حال به من میگه تو قرار است که برخلاف آنچه که میتوانستی یا دیگران میتونن آهسته تر حرکت کنی. اگر یه دوره‌ای رو دیگران 1 سال میگذرونن، تو فرض کنید 2 ساله باید بگذرونی. به هر حال طبیعت ما رو عین هم بار نمیاره، به همه ما یک جور توانایی و امکان و استعداد و قابلیت ها رو نمیده و اونطور که در قدمون یا فرض کنید در قسمت‌های مختلف بدنمون از هوشمون گرفته قلبمون گرفته تفاوت‌های آشکاری وجود داره، ولی بیشتر مردم در یه حدی که به عنوان نرمال شناخته میشه چون در اونجا قرار دارن. خب افرادی هستن که در دو طرف بهترین یا بدترین ها قرار میگیرن، ولی اونها رو رها کنید. یعنی شما ببینید واقعا مشکل فردی که راجع بهش صحبت میکنید دقیقاً چه است و برخی از وقت طبق نظر شما تنها، خیلی هم ازتون ممنونم به من کمک کردین، تنها راهی رو که من که الان حدود 25 جلسه است من دارم اینو میبرمش. خب اون ببینید مشکل ADD یا ADHD حل میکنه، برخی از اوقات هم کمک میکنه به مسئله برخی از اختلالات یادگیری، ولی خب دکتر معالج باید از یه راه و روش نره مگر اینکه اون راه و روش واقعا جوابگوی کامل و کافی باشه. شما من بگید یه کسی ADD یا ADHD داره و میخواد از طریق نوروفیدبک حرکت کنه، در موارد متوسط و خفیف در بیش از 90-95% موارد به نتیجه میرسه. پس من دلیلی برای چیز دیگه نمیبینم وقتی این کار به درستی صورت بگیره. ولی اگر شما اومدید به من گفتید اختلال یادگیری هست، خب اون موقع مثلا کاربرد نوروفیدبک یه مقدار محدود میشه، در برخی از زمینه‌ها کمه، در برخی از اوقات مثلا بی نتیجه است، یعنی اونجا کار نمیکنه. یعنی هر کدام از این مسائل و مشکلات راه خودش رو داره و به همین دلیله که عرض کردم یه نوع برخورد فراگیر که همه رو در بر بگیره باید انجام داد. ولی اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی و اساسی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی است و اگر اونو بتونیم از بین ببریم، کاملا شرایط فرد به میزانی عوض میشه که خاطر ما رو آسوده میکنه، خب طبیعی است که از اون راه خواهیم رفت. ولی میخوام همیشه درها رو باز بگذاریم و بدونیم
که ما امروز روش‌های مکمل و متممی داریم که کار میکنه. روزی که شما من بگید افسردگی، به شما بگم دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، تغییر روابط میخواد، تغییر شرایط و موقعیت میخواد، تغییر در مسئله خواب و ورزش و تغذیه میخواد. و اگر همه اینا صورت بگیره افسردگی ریشه کن میشه. خب این نشان دهنده این است که ما به جنبه‌های مختلف موضوع، از پزشکیش گرفته یا رفتاری گرفته تا مسئله روان درمانی و دارو درمانی گرفته، همه توجه میکنیم و تازه شرایط و موقعیت و روابط فرد هم باید دگرگون بشه و الا همه چیز به هم میریزه. بنابراین میتونه این قدم اول باشه، ولی تا رسیدن به نتیجه قطعی نهایی باید از همه فرصت‌ها و امکانات استفاده کرد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال هستم که بالاخره باهاتون صحبت کردم.